صاف بنشینین و برای چند لحظه مرکز بدن خودتون رو پیدا کنید و در قلب خود نفس بکشید. زندگی رو نفس بکشید. نفس زندگی رو وارد بدنتون بکنید. و با هر بازدم روز خودتون رو به پایان برسونید و رها کنید. یک دم آگاهانه بکشید و با بازدم احساس آرامش و آگاهی بکنید. همینطور که به نفساتون توجه میکنید دم و بازدم داشته باشین و احساس آرامش رو به بدنتون بیارید. و یا میتونین از فضایی که پشت بدن شما در فضا هست آگاه باشید. آیا میتونید انرژی فضا رو در پشت بدنتون در فضا احساس کنید؟ و حالا آیا میتونین به فضایی که در روبرو و اطراف بدن شما در فضا هست توجه کنید و اون رو حس کنید؟ آیا میتونین انرژی فضا رو در پشت و جلوی بدنتون در فضا احساس کنید؟ و حالا آیا میتونین فضایی که پشت شانه های شما
و پشت کمر شما در فضا هست احساس کنید. به حالا وقت این رسیده که خودتون رو ببینید از نگاه یه شخص دیگه. به تمام انتخابایی که امروز کردین توجه کنید، رفتارهایی که انجام دادید، فکرهایی که بهش فکر کردین، تجربه هایی که داشتین. و احساستون به اونها چیه؟ کی ناامید شدین؟ کی مایوس شدین امروز؟ کجا رفتارتون آگاهانه نبوده؟ چه رفتاری از خودتون نشون دادین؟ چه رفتاری کردین؟ و چه مدت زمانی رفتار طول کشید؟ بدون هیچ احساسی اون رو مشاهده کنین، قضاوتش نکنین، فقط مشاهدهش کنین. یک بازنگری داشته باشید. به آنچه که بوده اید کاملا آگاه باشید. فردا یه روز جدیده. اگر یک شانس دوباره داشته باشین، چطوری اون رو انجام میدین؟ چه فکرهایی رو انتخاب میکنین؟ چه باورهایی رو میخواین باور کنین؟ چه فکرهایی رو میخواین قبول کنین؟ چه انتخابهایی رو انجام میدین؟ با نگاه متفاوت انتخابهای جدیدی رو اگر انتخاب میدین، شما چطوری رفتار میکنین؟ رفتارهایی که با دیدگاه جدید شما، با اون من جدید شما همراستاست. و چگونه
حس میکنی؟ چه احساسی دارین وقتی که رو خودتون تسلط دارین؟ من ایدئال شما چه کار میکنه؟ چطوری عاشق زندگیه؟ چه شکلی آگاهانه به افکارش تسلط داره؟ اگر بخواین از تجربیات گذشته‌تون به عنوان آگاهی برای خلق سرنوشت آینده‌تون استفاده کنین، چیه؟ ببینین که بدن شما و ذهن شما داره با شما هماهنگ میشه. خیلی مهمه که ما انتخاب هامون رو به خودمون یادآوری کنیم، بازنگریش کنیم. به خودتون یادآوری کنیم چه رفتارهایی، چه فکرهای همراستای من ایدئال شما نیست. انرژی خودتون رو با افکار جدیدتون، با احساسات جدیدتون همراستا کنید. جوری رفتار کنید که انگاری من ایدئال یا اون اتفاق ایدئال برای شما خلق شده. یک بار دیگه به خودتون یادآوری کنید بهترین مسیر بودن در جهت هماهنگ کردن مغز شما، بدن شما، احساسات شما با همدیگه
چه معنی خواهد بود. دوباره به خودتون این معنی ایدئال رو یادآوری کنید. و الان برای یک لحظه رها کنید. اجازه بدین اون من قدیمی بره، احساسات قدیمی که به گذشته شما گره خورده از شما رها بشه و شما این لحظه رو با فکرهای جدید، رفتار جدیدتون، احساس جدیدی که دارین و این من جدید که با بینش شما، با هویت وجودی شما همراستاست، به شما یادآوری شه. و دوباره امروز با خودتون یادآوری کنین چه احساساتی رو کردین، چه کاری کردین که امروزتون از دیروزتون متفاوت باشه. و در همین لحظه به خودتون عشق بفرزید، سپاسگزاری کنین از خودتون، به خاطر این آگاهی، به خاطر این تلاش، به خاطر این مسیر. حس خوب رو در وجودتون بیارین. در یک لحظه مشاهده کنین چه چیزی رو در مورد خودتون خیلی دوست دارید. چیزی که باعث شده شما به خودتون، به بدنتون، به زمان، به مکان تسلط داشته باشین. چه چیزی در خودتون رو میپسندید؟ انتخاب‌های بهتر همیشه نیاز دارن که دیدگاه شما متفاوت باشه. و حالا امروز خودتون رو رها کنید و به این نیروی بالاتر بسپارید. از اون بخواین که به شما خردمندی، قدرت، و امید و آگاهی عطا کنه تا شما به آینده‌ای که دارین میسازین متصل باشین تا به احساسات گذشته. و حالا دستتون رو روی قلبتون بذارین.
از خودتون تشکر کنین به خاطر این تلاشی که دارین. و به این فکر کنین که فردا یک فرصت برای شما خواهد بود هر چقدر که شما خودتون رو بهتر بشناسین و بهتر درک کنید، شما قدر این فرصت رو بهتر خواهید دونست. و حالا در حالی که دراز کشیدیم مغز شما با این آگاهی جدید، با تجربه جدید، احساساتی که در بدنتون هست، سیناپس‌های جدیدی که توی بدنتون داره ایجاد میکنه، در مغزتون ایجاد میکنه، در لول بیولوژیکی داره شما رو در این راستا قرار میده و باعث میشه که خوابهای شما لوسید و واقعی باشه، رویای صادقه باشه.